در سال 1968 یک هیپنوتراپیست به طور اتفاقی ماتریکس را شکست. او فهمید واقعیت در ذهن است. او بیش از 45,000 نفر را هیپنوتیزم کرد و همه آنها یک چیز مشترک گفتند: الگو فراتر از منطق. و آنچه او کشف کرد همه دانسته‌های شما درباره زندگی را به چالش می‌کشد. او یک گورو یا رهبر معنوی نبود. زندگی آرامی در آرکانزاس داشت تا اینکه یک جلسه هیپنوتیزم با زنی مضطرب همه چیز را تغییر داد. به جای خاطرات کودکی، آن زن زندگی‌های دیگری را توصیف کرد. 1923 1850 مصر باستان، با اسم‌ها، لهجه‌ها و جزئیاتی که دولورس بعدها تایید کرد واقعی هستند. این جلسه به وسواس فکری دولورس تبدیل شد. او 40 سال بعدی زندگیش را صرف هیپنوتیزم کردن مردم کرد. در مجموع بیش از 45,000 جلسه. او وارد چیزی شد که خودش آن را ناخودآگاه می‌نامید. نه ناخودآگاه فروید، بلکه یک میدان جهانی که در آن همه ارواح به هم متصلند. همه دانش‌ها وجود دارد. بارها و بارها افراد یک حقیقت مشترک را آشکار کردند. ما پیش از تولد پدر و مادرمان را انتخاب می‌کنیم. زمین یک مدرسه است. مرگ پایان نیست. زندگی یک شبیه سازی است. اما عجیب‌ترین بخش، صدایی که حرف می‌زد خود آنها نبود. با واژگانی پیشرفته سخن می‌گفت، در قالب استعاره و مفاهیم کوانتومی را توصیف می‌کرد که هرگز مطالعه نکرده بودند. وقتی دولورس پرسید تو کی هستی؟ پاسخ آمد خود برتر. او ادعا کرد انسان‌ها تصادفی نیستند، بلکه داوطلبند. روح‌هایی که برای کمک به تکامل زمین به دنیا می‌آیند. او همه اینها را مستند کرد. 19 کتاب کلمه به کلمه از ضبط‌هایش. نه نظریه، نه داستان، فقط متن واقعی جلسات. کشفیات او که تکنیک هیپنوتیزم شفابخشی کوانتومی نام گرفت، نشان داد بدن می‌تواند خودش را شفا دهد. کارما یک درس است. رنج یک انتخاب است. بیماران گزارش درمان‌های خود به خودی دادند. یکی بیناییش برگشت. دیگری سرطانش درمان شد. همه زیر هیپنوتیزم. و هزاران نفر یک پیشگویی مشترک را توصیف کردند. تحولی در آگاهی انسان. زمینی نو که در آن ترس فرو می‌ریزد و بیداری گسترش می‌یابد. دانشمندان جریان اصلی او را مسخره کردند، اما اسکن‌های مغزی نشان داد که افراد زیر هیپنوتیزم وارد حالت تتا می‌شوند. همان حالتی که با رویاهای شفاف، دسترسی ذهنی و دید از راه دور مرتبط است. حتی فیزیکدان ناسا تام کمپل هم ادعاهای او را تایید کرد. واقعیت دیجیتالی است. فضا و زمان شبیه سازی شدند. مرگ فقط خروج از سیستم است. و این پیام دولورس برای شماست. شما خودتان این زندگی را انتخاب کرده اید. صدها زندگی پیش از این داشته اید. زمان خطی نیست. افکار شما واقعیت را می‌سازند. فراموشی بخشی از بازی است. مأموریت به یاد بیاورید که چه کسی هستید.